من قاسموف جمعه خان سلیموویچ دوسنت کاتدرای فیلولوژی ایرانی دانشگاه ملی تاجیکستان. فن امروزه‌ای که ما آن را تدریس می‌کنیم تاریخ ادبیات کشوری آموخته شونده است، یعنی تاریخ ادبیات ایران. موضوع امروزه ما زندگینامه و آثار عبدالله حاتفی است. طوری که قبلا در کلاس‌های قبلی اشاره شد، ادبیات فارسی تاجیکی دوره‌های مختلف را فرا می‌گیرد و هر یک دوره وابسته به اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و ادبی و معدنی دارای ویژگی‌های خویش است. یعنی شعر هر دوره، اشعار هر یک شاعر بستگی به تاریخ دولتداری دوره شاعر است. البته شاعری که امروز ما راجع به زندگینامه و آثار او درس می‌گذاریم، یکی از شاعران موفق دوران حکومت تیموریان است. باید گفت که او در اواخر سلطنت تیموریان و در اوایل حکومت صفویان زندگی و ایجاد کرده است. البته زندگی و آثار عبدالله حاتفی از ویژگی‌های مخصوص خود برخوردار است و باید اشاره کرد که عبدالله حاتفی حدود سالهای 1445 و 1450 در جام به دنیا آمده است، در شهر جام که در افغانستان کنونی قرار دارد به دنیا آمده است و طبق آورده تذکره‌نگاران یا سرچشمه‌های تاریخی، عبدالله حاتفی خواهرزاده یکی از شاعرای موفق ادبیات فارسی تاجیکی عبدالرحمن جامی محسوب می شود و در کار شاعری هم به عبدالله حاتفی کمک عبدالرحمن جامی خیلی چه مؤثر است. یعنی در بیشتر موارد به هر نوع شعر دست میزده سراول از عبدالرحمن جامی که یکی از شاعران موفق دوره تیموریان محسوب می شود سوال می کرده و بدون مشورت عبدالرحمن جامی هیچ به شعر رو نمی آورده. طبق تذکره هایی که در زمان زندگی شاعر و بعد از زندگی شاعر از طرف مؤلفان متعدد تألیف و تهیه شده اند، راجع به زندگینامه و آثار این شاعر موفق دوران حکومت تیموریان سخنهای ارزشمند و مؤثر گفته شده است. این تذکره ها، این تعریفات و اون آثار تاریخی که در آنها راجع به زندگینامه و آثار عبدالله حاتفی معلومات آورده شده است، در نوبت اول مجالس النفایس میر علیشیر نوایی می باشد که او یعنی علیشیر نوایی یکی از شاعران دیگری
دوره تیموریان می باشد که آثار او در تاریخ ادبیات فارسی تاجیکی و همزمان در تاریخ ادبیات کشور همسایه ما ازبکستان خیلی مهم محسوب می شود یا ارزیابی می شود. به همین خاطر راجع به زندگی و آثار عبدالله هاتفی در مجالس النفایس میر علی شیر نوایی آورده شده است. همزمان در دیگر تذکیره ها مانند تذکیره تحفه سامی سامیرزای صفوی و بابورنامه زهرالدین بابور، همچنین در آتشکده آذر لطفعلی بکی آذر و دیگر سرچشمه های تاریخی و تذکیره های ادبی معلومات دقیق و عمیق آورده شده است. طوری که اشاره رفت چه عبدالله عاطفی خواهرزاده عبدالرحمن جامی محسوب می شود و همواره در مکتب علمی ادبی و فرهنگی عبدالرحمن جامی و مطالعات مشغول بوده و بیشتر آموزه هایی که در شعر خود آورده است محض از عبدالرحمن جامی گرفته است. البته در بسیاری موارد عبدالرحمن جامی را توصیف می کند، تعریف می کند، یعنی نقش عبدالرحمن جامی را در رشد ذهنیت خیش، در رشد و تکامل شعر خود خیلی با ارزش می داند. یعنی از این گفته های تذکره‌نگاران و آثار تاریخی و سرچشمه های ادبی برمی آید که واقعاً در رشد ذهنیت و اندیشه و تفکر این شاعر نقش عبدالرحمن جامی و مکتب علمی ادبی هرات خیلی نظررس است. در دوره شاعر، در دوره‌ای که عبدالله هاتفی زندگی و ایجاد می‌کرد، در حکومت تیموریان، در زمان حکومت تیموریان دو مکتب علمی ادبی خیلی مهم فعالیت می‌کردند که در رشد و نمو و تکامل ذهن و اندیشه شعرای این دوره خیلی مؤثر هستند. یکی از این مکتب‌های علمی ادبی دوره حکومت تیموریان مکتب علمی ادبی هرات به شمار می رود و دیگری این مکتب علمی ادبی تبریز است. یعنی مکتب علمی ادبی تبریز در شمال ایران زمانی فعالیت خیلی مؤثر داشت که در این منطقه آقویونلوها و قبل از آقویونلوها قرقویونلوها حکومت می‌کردند و در هرات تیموریان، یعنی مرکز اداری و فرهنگی و علمی و دیگر تیموریان این شهر هرات بود و عبدالله هاتفی نماینده مکتب علمی ادبی از هرات به شمار می رود. باید اشاره نمود که عبدالله هاتفی علم‌های زمانوی را، یعنی علم‌هایی که در زمان شاعر خیلی رواج و رونق داشتند و قابل آموزش بودند، در زادگاه خیش یعنی در جام از خود نموده. سپس زمانی که ذهنیت و تفکر و اندیشش بالا می رود، رشد و تکامل می آورد، پیشرفت می کند، به کجا می رود؟ به هرات می رود. چرا که این از امر است که در هر زمانی، در هر دوره و در هر
حکومت این گونه طلبات هست، یعنی که یک شاعر به خاطر یا یک محقق است، دانشور است، دانشمند است، نخبه است، فرهیخته است، به خاطر رشد ذهنیت و تفکر خویش، به خاطر کسب معاش و دیگر چیز باید از یک جای به جای دیگر مسافرت بکنند که این مسئله البته بیشتر در زمان صفویان به چشم میخورد، چرا که تا جایی که اطلاع داریم برخی از مسائلی که در شعر دوره صفویه مطرح میشد قابل قبول و پذیرش شاهان دوره صفویه نبود. از این لحاظ شعرای این دوره مجبور بودند که ترک وطن و دیار و زادگاه و خانواده خویش کرده مسافرتی به کشورهای دیگر مانند هندوستان و دیگرها داشته باشند. چرا به هندوستان؟ چرا که هنوز هم در هندوستان بازار مدح و ستایش رواج و رونق داشت و شاهان سلطنت هند که در اونجا هم تیموریان محسوب می شدند خیلی به شعر و شاعری متوجه بودند. البته این باز گفتیم که چه از تقاضای همان دور و زمان است که مثلا در بیت معروفی که ما می‌دانیم رو به هند آوردن صاحب دلان از بهر چیست؟ روزگار آینه را محتاج خاکی در کند یا اینکه محتاج خاکستر کند. و همین خاطر چه عبدالله هاتفی هم شاید به خاطر نیازمندی نباشد، اما به خاطر رشد و تکامل ذهنیت و تفکر و اندیشه خود و شناخت شعر خود به مکتب علمی ادبی هرات رفت و در آنجا عزت و احترام خاصی را کسب کرد. البته قبل از اینکه راجع به آثار عبدالله هاتفی حرف بزنیم باید زندگی او را در چند جمله دیگر چه کار بکنیم، خلاصه بکنیم. البته توفیق هایی که یعنی بردباری هایی که در این مکتب علمی ادبی کسب کرده بود خیلی نظررسند. در برابر اینکه عبدالله هاتفی در نماینده اساسی مکتب علمی ادبی هرات بود، اما طبق آورده مؤلفان سرچشمه های ادبی و تاریخی و همزمان تذکیره ها چه بار یا گاه به مکتب علمی ادبی تبریز هم مسافرت میکرد. عامل اصلی مسافرت شاعر به مکتب علمی ادبی تبریز در آن بود که شاعر میخواست که از تجربه شعرای این مکتب علمی ادبی نیز برخوردار باشد. در نتیجه برخورد اندیشه ها هر یک شاعر، نویسنده و محقق و دانشور و دانشیار میتواند اندیشه و تفکر خویش را تقویت بدهد. یعنی مهمترین اهداف شاعر در این مسافرت ها به خاطر رشد ذهنیت بود، نه به خاطر کسب کردن معاش و دیگر چیزها. به همین خاطر اگه ما زندگی شاعر را در چند سخن خلاصه بکنیم میبینیم که در واقع چه مثلا در همین تذکیره هایی که نامبر کردیم زیاد نه کم راجع به زندگی نامه و آثار شاعر آورده شده است،
اما خلاصه همه اینها را اگر ما مشاهده و به نظر بگیریم میبینیم که در واقع شاعر زندگی خیلی عالی هم نداشته است. یعنی طوری که ما میدانیم اگر مقایسه بکنیم هر یک دوره را به دوره دیگر میبینیم که رفته رفته زندگی یک شاعر خوبتر و بهتر میشود. یعنی اگر شاعران زمان معاصر ایران، افغانستان، تاجیکستان و دیگر کشورهای همزبان و همجوار را مقایسه بکنیم با اون دوره‌های قبلی می‌بینیم که در زمان امروز شاعر در برابر شاعری یک مقام و وظیفه و مسئولیتی دارد که می‌تواند از طریق آن معاش کسب کند. اما بیشتری از شعرای دوره قبلی مهمترین وسیله کسب معاش این ایجاد شعر بود. یعنی چگونه شعر؟ شعری مدحی، ستایشی، تعریفی، توصیفی. یعنی بدون این زندگی کردن خیلی سخت و سنگین بود. یا اینکه از قوه جسمانی خودت باید استفاده می‌بردی تا اینکه روزگار و زندگیت را خوبتر و بهتر می‌کرد. به همین خاطر زندگی عبدالله حاتفی در این دوره اونقدر خوب به نظر نمی‌رسید. اما به خاطر پیشبرد زندگی، به خاطر رشد اقتصادی و اجتماعی خویش چه کار میکرد؟ به شهرهای مختلف مسافرت میکرد. اما برخی از این سفرها چه بودن؟ به خاطر کسب معاش بودن، اما بیشتری هم به خاطر آموزش و پژوهش و رشد ذهن و تفکر خود شاعر بود. طوری که اشاره رفت، عبدالله حاتفی در مکتب علمی ادبی هرات زیر سرپرستی عبدالرحمن جامی علم‌های زمانوی خویش را از خود نموده و خیلی پیشرفت و رشد و تکامل می‌یابد. و البته باید اشاره نمود که تا زمانی که اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و ادبی و اداری حکومت این منطقه، یعنی در زمان حکومت تیموریان خیلی خوب بود، عبدالله حاتفی تا آخرین لحظه در این مکتب علمی ادبی کار و فعالیت نمود. اما زمانی که اوضاع سیاسی و اجتماعی حکومت تیموریان خیلی خراب شد، خیلی بد شد، در نتیجه این مکتب علمی ادبی هرات از بین رفت و بسیاری از نمایندگان این مکتب علمی ادبی این جا را ترک نمودند، یعنی هرات را ترک نمودند و به مناطق مختلف کشور عزم سفر کردند. عبدالله حاتفی نیز از گروه این شعرا می باشد که بعد از بین رفتن این مکتب علمی ادبی به زادگاه خویش به جام برگشته و به زندگی معمولی خویش ادامه می‌دهد و طبق آورده تذکره ها، مخصوصا در تذکره تحفه سامی سامرزای صفوی اشاره می شود که
عبدالله حاتفی بعد از بعد از بین رفتن مکتب علمی ادبی هرات به وطن خویش، یعنی به زادگاه خویش و شهر جام که یکی از قصبات خراسان است و مولدی اوست، یعنی تولدگاه اوست، چه برمیگردد و در آنجا یک چهارباغی میسازد و به کار باغداری و دهقانی چه مشغول می شود. واقعا آخرین حیات عبدالله حاتفی به سختی پشت سر می شود، چرا که تمام زندگی خیش را از طریق قوه جسمانی خیش تامین می سازد و این خوب است که به هیچ کسی احتیاجمند نیست، ولی برای یک شاعر موفق که در ذهن در سر آرزوهای زیادی را پرورش می کند و بالاخره موفقیت را از دست می دهد، خیلی سخت و سنگین است. یعنی از گفته های سامی رضای صفوی در تحفه سامی برمی آید که در این دوره، در این زمان شاعر زندگی سخت و سنگینی را پشت سر کرده است. یعنی غم و غصه و اندوه شاعر در این دوره خیلی چشمرس است. البته باید بدانیم که در اوایل قرن 16 میلادی در تختگاه ایران سلسله جدیدی روی کار آمد، یعنی طبق آورده کتب تاریخ و دیگر سرچشمه های تاریخی در سال 1502 سلسله با نام صفویان در ایران روی کار آمد که اوضاع سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ادبی ایران کاملا تغییر کرد. یعنی در نتیجه روی کار آمدن صفویان در شعر نیز یک تأثیری عمیق گذاشت. محض خاطر این گفتیم شاعر گرفتار سختی ها شد. در تذکره ها یک قصه آمده است که زمانی که شاه اسماعیل صفوی پایه‌گذار دولت صفویان از نزد جام می‌گذشت و خاطر عیادت یک از بزرگان قوم خویش می‌رفت، با عبدالله حاتفی هم یک ملاقات ویژه‌ای داشت و در این ملاقات ویژه از شاعر تقاضا می‌کند که مثل مثنوی یا داستانی که مثلا در خمسه نظامی، در خمسه امیر خسروی، در مثنوی های امیر خسروی دهلوی آمده است، همین گونه کشورگشایی ها و لشکرکشی ها و اون منطقه هایی که تصرف کرده است چی به نظم بکشاند. شاعر این چیز را قبول می کند، ولی چی با سبب اینکه اونقدر مایل به سیاست صفویان نبود، اونقدر توجهی به سیاست حکومت صفویان نداشت، شوق و ذوق ایجاد در ذهنش نداشت و همین خاطر چه کار کرد؟ این کار را کرد، اما خیلی با آهستگی و با میلی که اونقدر خواهش زیاد ندارد آن را ادامه داد. اما حدود 2 سال این کار را کرد که طبق موافق آورده سرچشمه های ادبی و تاریخی حدود 1130-1140 بیت را تشکیل می‌دهد. عامل اصلی
ناتمام ماندن این داستان را بیشتری از محققان ایرانی و یکی از محققان موفق معاصر تاجیک که در دهه هفتم و هشتم شاید تا چند دوره بعدی و چی میگن مرتب ساختن برخی از داستان‌های عبدالله عاطفی مشغول بود. پروفسور اسدالله افسدالله محسوب می شود که در گفته‌های ایشان در مقالاتی که راجع به آثار عاطفی و زندگی او نگاشته است می توان چیزهایی را دریافت که درباره این ملاقات شاه اسماعیل صفوی و دیگر وقایع و حوادث روزگار شاعر آورده شده اند. همینطور باید گفت که عبدالله عاطفی با مشورت و با کمک عبدالرحمن جامی در پیروی به نظامی و امیرخسرو دهلوی خمسه ایجاب نمود که طبق آورده محققین و ادبیات شناسان و منتقدان ادبی از خمسه های قبلی متفاوت است، فرق کننده است. البته این مسئله یعنی آثار شاعر مسئله دیگر است که آن را ما در کلاس بعدی حتما فرصت پیدا کردیم راجع به اون صحبت میکنیم. الان که ما خیلی فرصت کم داریم، کلاس ما در حال خاتمه یابی است، میخواستم که راجع به درگذشت شاعر چند سخن بگویم. یعنی در اساس آموزش هایی که محققین و ادبیات شناسان و ما نیز کرده ایم معلوم می‌گردد که شاعر یعنی عبدالله عاطفی در اوایل دهه دوم و یا سوم از دنیا درگذشته است. باید گفت که عبدالله عاطفی در سالهای 1515 1521 حدود همین سالها از دنیا درگذشته. چرا گفتم که سالهای 1515 1521 میلادی؟ چرا که در هر یک آثار تاریخی، تذکره های ادبی و دیگر سرچشمه های تاریخ ادبیات راجع به رحلت یا اینکه درگذشت شاعر اندیشه های مختلف است. یعنی یکی از مؤلفان تذکره التواریخ عبدالله کابلی در آنجا سال مرگ یا سال درگذشت شاعر 1521 اشاره می‌کند. اما برخی از تذکره نگاران دیگر حدود سالهای 1512-15 می‌دانند و برخی دیگر از 15 تا 17 می‌دانند. یعنی معلومات دقیقی راجع به سال مرگ شاعر در دست ما نیست. اما خلاصه تمام مؤلفین تذکره ها و سرچشمه های تاریخ ادبیات را ما خلاصه بکنیم به آن میرسیم که عبدالله عاطفی حدود سالهای 1514 1515 از دنیا درگذشته است.